बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोंग په تیر درس کې JDK باندې خبرې وکړې چې JDK کې څه دی، موږ سره کمپایلر دا، انټرپریټر دا، ډیبګر دا، جاوا ډاکومنټس دي. صحیح شو؟ بیا موږ د جاوا د کوډ لیکلو لپاره دغه نټبینز سافټویر انسټال کړ. نټبینز یو IDE ده. IDE معنا انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرنمنت، یعنی داس یو سافټویر یا اپلیکیشن ده چې په هغه کې موږ جاوا کوډ لیکو او بیا رن کوو. رن په دې معنا چې کمپایل شي، انټرپریټر یې انټرپریټ کی زمون فایل او بیا که مشکل ورکی وي ډیبګر مونږ ته مشکل لوخی چې دا ایررز ده، ایررز دا ستا ایررز دی په پروګرامینګ کې، هغه نه بعد مونږ ته نتیجه هم راکوله. خو دغه نت بینز چې IDE ده د دې نه مخکې تاسو باید JDK انسټال وي. صحیح شو؟ او JDK ما تاسو ته وښودله چې کله مونږ دا انسټال کړو نو دا وګورئ په پروګرام فایلز کې جاوا په نوم باندې فولډر جوړیږي. دا ستاسو JDK ده. JDK داخل کې ټول فایلونه پراته دي. JRE جاوا رن ټایم انوایرنمنت، په دې رن ټایم انوایرنمنت کې پیکیج تاسو سره کمپایلر انټرپریټر د ټول شامل ته پراته دي. صحیح شو؟ دا JDK کې کمپایلر هم شته. نو پروګرامینګ کې چې همیشه کوډ کوو نو هغه باید کمپایل شي کنه. نو په جاوا کې ماول سورس کوډ مونږ لیکو، په نت بینز کې مونږ سورس کوډ ولیکم، دا مو کمپایل کا، یعنی دې له نه رائټ کلیک رن فایل مو واه. نو جاوا کمپایلر دا مونږ ته کمپایل کا، انټرپریټ بایټ کوډ ته واړو، بایټ کوډ بیرته انټرپریټر هغه بایټ کوډ فایل چې ډاټ کلاس په نوم باندې هغه مونږ ته څه کوي، ایگزیکیوټ کوي. صحیح شو؟ C++ کې دا څه کېدل چې موږ سورس کوډ ولیکو، کمپایلر به کمپایل کوي، ایگزی فایل به جوړ شو، هغه به موږ رن کوو. په جاوا کې دا څه نه ده. په جاوا کې کمپایلر اول ستاسو سورس کوډ چې دا کمپایل کوي هغه ډاټ کلاس فایل ته اړي. ډاټ کلاس فایل څه شی و؟ بایټ کوډ. بایټ کوډ انټرمیډیټ لینګویج. بایټ کوډ چې دا انټرمیډیټ لینګویج مطلب داسې یو ژبې ته به اړو کمپایلر په جاوا کې چې هغه باندې نه موږ پوهېدلو نه کمپیوټر پر پې پوهېدل. هغه ډاټ کلاس فایل چې بایټ کوډ ده یا انټرمیډیټ لینګویج ده هغه به انټرپریټر بیا څه کوي، ایگزیکیوټ کوو به صفر یو ته ماشین لینګویج ته به اړو تر څو موږ ته نتیجه وښیي. صحیح شوه؟ نو ما پرون دلته تاسو ته په نت بینز کې یو پروجیکټ جوړ کړ. پروجیکټ څنګه جوړېده؟ فایل نیو پروجیکټ ته جاوا اپلیکیشن یعنی SE ده داخه جاوا SE. هغه نه بعد نوم ورته ورکړه، لایک ما به نوم ورته ورکړه سکول په نوم پوره پروژه جوړیږي. فینیش د سکول په نوم باندې پروجیکټ جوړ شو. په پروجیکټ کې به څه وي، پیکیج وي. سورس پیکیج د موږ څه شی ده، پیکیج بسته‌بندي ته وایي. صحیح ده؟ نو سکول په نوم باندې موږ سره پیکیج ده. ګوره جاوا سورس پیکیج سکول، په دې داخل کې موږ سره سکول ډاټ جاوا فایل یعنی کلاس اصل کې دی. دا ستاسو په مخ کې چې خلاص شو د مکمل یو کلاس ته په کوم نوم باندې ده، سکول ډاټ جاوا. نو سکول ډاټ جاوا دا یو کلاس ده په کوم پیکیج کې، سکول پیکیج کې. په کوم پروجیکټ کې، په سکول پروجیکټ کې. صحیح شو؟ ولا موږ کولی شو په دې یو پیکیج کې یو نه زیات کلاسونه واخلو، خو یاد ساته یو کلاس په خامخا داسې وي چې په هغه کې به مین فنکشن موجود وي. صحیح شو؟ کله چې موږ زیات کلاسونه واخلو په هغه کې زیات کوډینګ موجود وي، فنکشن موجود وي، موږ سره ویریبلز موجود وي. خو یو کلاس به داسې وي، مین کلاس به وي چې هغه کې موږ سره مین فنکشن باید موجود وي. صحیح شو؟ ښه، نو ګورئ دا ما سره لیکلي پیکیج سکول، پروجیکټ کوم یو ده، سکول، پیکیج هم سکول ده. سکول پیکیج داخل کې موږ سره کلاس ته په نوم دی سکول. صحیح شو؟ په جاوا کې همیشه موږ د کلاس نوم په لوی توري سره شروع کوو، لکه سکول ګوره S لوی لیکل شوی. دا کلاس د کلاس باډي ده. کلاس باډي داخل کې موږ سره یو فنکشن دی په نوم دی مین. دا وګورئ بیا د مین فنکشن هم خپله باډي ده. نو موږ دا ویلو چې په یو کلاس داخل کې چې موږ مین فنکشن ولرو نو د مین فنکشن کار څه شی ده؟ مین فنکشن څه کار کوي؟ سټارټینګ ایگزیکیوشن کوي. سټارټینګ ایگزیکیوشن پوینټ ته موږ دا مین فنکشن زموږ پروګرام رن کوي، د همدې ځای نه شروع کیږي پروګرام ایگزیکیوشن. که مین فنکشن تا سره نه وي په کلاس کې ستا پروګرام رن کېدلی نشي، ځواب نشي درکولی، ایگزیکیوټ کیږي نه. نو موږ باید په کلاس داخل کې چې سکول په نوم دی په دې کې یو مین فنکشن باید ولرو. او ټول کوډ فلحال موږ چیرته کوو؟ داخل د مین فنکشن کې. د کلاس سکول کلاس داخل کې مین فنکشن لرو. مین فنکشن باډي کې بیا موږ خپل سټیټمنټس لیکو، یعنی کوډینګ کوو، سیټ اف انسټرکشنز. دا چې ته کله پروجیکټ جوړ کې په هغه پروژې نوم سره پیکیج ته هم هغه نوم ورکوي، کلاس ته هم هغه نوم ورکوي. کوشش وکړئ چې اول حرف یې څه ولیکئ، لوی ولیکئ. صحیح شو؟ اول تورې به څنګه وي؟ لوی به وي. صحیح ده؟ دا به تاسو ته بیا مین فنکشن په هغې داخل کې خپله جوړ شي. یعنی مطلب دا ده چې اولنی کلاس چې جوړېږي هغې کې به مین فنکشن وي.
اگر بعد چی جوړي کېدای شي هغه کې نه وي. صحیح شو. وګوره زه بل کلاس جوړوم، راځم په سکول پیکج باندې رائټ کلیک اینڈ دین نیو دلته ما ته ګوره څه وایي، ما چېرته کلیک وکړم، دلته متوجه اوسئ ښه، ما په پیکج باندې کلیک وکړم، پیکج باندې سورس پیکج زموږ سکول دی، په سکول پروجیکټ کې سکول پیکج په دې باندې ما درته وویل چې پیکج کې څه شی دي، کلاسونه دي. یو کلاس خو الریډي جوړ شوی په خپل اتومات چې هغه کې مین فنکشن دی، زه یو بل کلاس هم جوړولی شم. صحیح ده، یو دقیقه زه دا نور بند کړم داسې. صحیح ده، یو کلاس ده فلحال په دې پیکج کې، مونږ په دې پیکج کې بل کلاس هم جوړولی شو. رائټ کلیک نیو اینڈ دین جاوا کلاس، ګوره دا شکل کې جاوا کلاس، دې باندې کلیک وکړه، درته وایي کلاس ته نوم ورکړه. مثال زه ورته وایم سټوډنټ په نوم ما یو کلاس څه جوړ مې کړه، فینش. دا وګورئ په دې سکول پیکج کې چې اصل کې د سکول پروجیکټ یو پیکج دی، په دې داخل کې 2 کلاسونه مونږ لرو. تاسو لږ د دې شکلونه ته وګورئ، ښه د علامه وینئ تاسو، یو سره د علامه راغلی بل سره نه راغلی. ګوره مو مخکې هم درته وویلې چې کلاسونو تعداد زیاتېدلی شي، خو یو کلاس کې به مین فنکشن وي، یو کلاس کې به مین فنکشن وي. ببینید ما 2 کلاس داریم، به نام سکول دات جاوا و استودنت دات جاوا، لیکن ما در سکول دات جاوا که است این اولین کلاس است، کلاس مین ماست، چرا که داخلی نمی کلاس سکول دات جاوا که است ما مین فنکشن داریم. لیکن استودنت دات جاوا را ببینید، ما دیگر کلاس به نام استودنت دات جاوا را ساختیم، داخل از اون مین فنکشن داریم ما نداریم، این خالی است. میتونید، مشکل نیست، لیکن در آینده شما که سافتور را بسازین شاید جدا جدا کلاس ها را بسازین. صحیح است؟ باز هر کلاس ها در کجا کال میکنین ببینین. اگر کلاس ها زیاد میشن، شما اگر سی پلس پلس خواندین، شما برای یک کلاس چی می ساختین در مین فنکشن؟ آبجکت می ساختین برای یک کلاس. شما که اگر خواسته باشین داخل از یک فنکشن بسازین، یک کد داخل نمی کلاس که است او اکزیکیوت شوه، شما برای نمی کلاس به نام استودنت د سکول دات جاوا یک آبجکت می سازین. چرا که مین فنکشن د کدام کلاس است؟ د سکول است. خب سکول میدانه که نمیره اکزیکیوت کنه کلاس های دیگر، درست است؟ چرا که بدون مین فنکشن استودنت کلاس خود اکزیکیوت کرده نمیتونه. ایره که اکزیکیوت میکنه کی میکنه؟ کلاسی که داخل از مین فنکشن موجود است. ما برای باید آبجکت می سازیم برای استودنت در جاوا، در کجا؟ در کلاس سکول و داخل بادی مین فنکشن. درست شد؟ پوش زمان خبر مانه که تو یو نزیاد سمرم کلاسونه جوړ کې، خو یو کلاس بستا مین فنکشن لري او دا نور ټول ته به آبجکت چیرته جوړوي؟ چیرته چې په کوم کلاس کې مین فنکشن موجود دی. کلیر شو؟ ما 2 کلاس داریم، یک کلاس به نام اسکول دات جاوا است، این مین کلاس ماست، داخل از اون مین فنکشن قرار داره. یک دیگه کلاس ما ساختیم به نام استودنت دات جاوا، در همین پیکج 2 کلاس است، یک کلاس به نام استودنت، یک به نام اسکول. स्कूल के ऐसा ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करना, दिगा क्लास और हम मेदाना के एग्जीक्यूट करना खूब दवख मेदाना कि बदिगा क्लास शुमा ऑब्जेक्ट या मो क्लास है दाखिल क्लास स्कूल द मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट ज़रूर बसाज़न शुमा दुरुस्त است. خب ما فعلا را بسته میکنم، ما در یک کلاس کار میکنیم فعلا، بلکه امروز ما دیلیت میکنم، در اصل دیلیت پسان باز بس میکنیم بالا از ما فعلا یک کلاس داریم، مین کلاس است، داخل از اون مین فنکشن است. حالا اگر خواسته باشین خب بین کمی فان سایز از اون کوچک است نه کمی بزرگ بسازیم، درست است؟ خب از طریق کد نه، از طریق آپشن نت بینز ها در تولز بیاین اینمی کمی بزرگ باشن، در تولز بیاین باز در آپشنز بیاین، باز آپشنز در فونتس اند کلرز، باز در فونت بیاین اینم اینجا باش میگم فان سایز زیر چند کو 24 و اوکی. حالا کمی خوبتر شد نه؟ خب ببین ما تمام کدها را که میکنیم داخل مین فنکشن میکنیم. این روز ما چی را خوانده بودیم؟ system dot out dot println یا print، درست است؟ print داخل از ما برای ما چی میگه؟ arguments همون پیام ما، همون معلومات ما که خواسته باشیم پرینت کنیم بالای اسکرین، برای ما پرینت کنه، نتیجه را نشان بده. در دبل کوتیشن چی بود؟ در چی نوشته میشد؟ اونو پیام ما چی میگفتیم؟ آفرین string چرا میگه؟ مجموعه حروفا را میگه. ببینید ما که یک پیام پرینت میکنیم نشان میتیم، خب او مجموعه حروفا میباشه نه؟ اگر ما نوشته میکنیم this is a message، ای ما تنها یک حرف داریم؟ نخیر، مجموعه حروفا داریم، کاراکتر داریم.
استرینگ چی بود؟ استرینگ مجموعه کاراکتر هستند. صحیح است؟ مجموعه کاراکترها را ما چی میگیم؟ استرینگ. و استرینگ همیشه داخل چی گرفته میشه؟ دبل کوتس گرفته میشه یا دبل کوتیشن. درست است؟ خب ببینید ما یک کلاس ساختیم به نام اسکول، داخل از اون من فانکشن قرار داره. در اینجا ما تشریح کرده بودیم که پابلیک به چی مانا؟ این اکسس اسپسیفایر است. اکسس اسپسیفایر یا اکسس مودیفایر کار از چیست؟ این مشخص کننده فانکشن مین. صحیح است که به این معنا پابلیک مین به این معنا که ما در هر بخش پروگرام میتونیم به این دسترسی داشته باشیم. ما پرایویت هم داریم، پابلیک هم داریم، پروتکتد هم داریم. پس بالا از صحبت میکنیم، بحث میکنیم، میاین خواه جدا یک بحث است بالا از. خب امی که فرار یادتان باشه که وقتی که پابلیک آمد به این معنا در هر جا میتونیم به این دسترسی داشته باشیم. ببین ما در پروگرام یک بخش در دیگر بخش اکسس میکنیم، اکزیکیوت میکنیم، کال میکنیم فانکشن ها را. درست است؟ شاید از یک کلاس به دیگر کلاس ما او را کال کنیم. درست است؟ خب این پابلیک اینی اکسس اسپسیفایر است، پابلیک مودیفایر است. استاتیک به چی معنا؟ استاتیک به معنی ثابت. لفظی معنی استاتیک چیست؟ ثابت. اگر استاتیک باشه به این معنا ما پیشتر براتون گفتم اگر ما بیشتر از یک کلاس داریم برای هر کلاس باید ما آبجکت از او را بسازیم در مین فانکشن تا که از او استفاده شود. خب آبجکت اسکول کجا ساختیم ما؟ نساختیم نه؟ و باز ما داخل از او مین فانکشن استفاده میکنیم. چرا که استاتیک نشته شده به این معنا که ما بدون ساختن آبجکت از مین فانکشن استفاده کرده میتونیم. باز براتون میگم یعنی مین فانکشن در داخل کدام کلاس است؟ اسکول. از مین فانکشن که استفاده میکنین خب مین فانکشن ممبر چیست؟ رکن اسکول کلاس است. شما که را استفاده میکنین باید آبجکت کلاس را بسازیم. خب ما نساختیم، نیاز نیست. چرا که استاتیک نشته شد. استاتیک به این معنا بدون ساختن آبجکت کلاس اسکول ما از مین فانکشن استفاده کرده میتونیم، مشکل نیست. خب باید چی نشته شده؟ واید به چی معنا؟ فیلال واید ما چی میگیم؟ ریترن ولیو تایپ. واید به چی معنا؟ ریترن ولیو تایپ. و واید معنی ازو چیست؟ هدف ازو که مین فانکشن چرا برگشت دادن نمیتونه، چش لیگل نشی برتا. چه معنا؟ مثال زتا توایم در سل جمع سل کا برتا ما ته مجموعه راک دا برتا را لیگل شول کنه شول. صحیح ده؟ نو فانکشن یو کار تر سره کوي کنه. مثال یو کار تر سره ک برتا ما ته شی ریټرن نکړل، خپل معنی کار تر سره ک. واید معنی دا مخنیوي کول د شی برتا ګرځول چې برگشت داده نمیتونه. خب میتونه وقتی که شما ایره تغییر بتین بجای واید دیگه چیز نشته کنیم. فیلال ممانعت میکنیم یعنی مخنیوی کومگا چی مین فانکشن شی ریترن نکی واید. و مین باید خود نام فانکشن است مین و این بلتین فانکشن است ایره ما نمیسازیم. این خودش به شکل اتومات ساخته میشه وقتی که ما کلاس یا ابجکت یا کلاس میسازیم داخل از او مین فانکشن ساخته میشه. خب هر کلاس ساخته نمیشه. خب ما باز اون گپ است یک کلاس اولی است مین کلاس است داخل از او ساخته میشه. باز استرینگ چی بود؟ استرینگ یک کلاس هم است، دیتا تایپ هم است. ببینید ما داخل مین فانکشن آرگومنت نشته میکنیم. درست است؟ معلومات میتیم. صحیح است؟ معلوماتی که شاید از یوزر بگیریم یا خود ما مستقیم نشته کنیم. این تمام معلومات که ما نشته میکنیم ایرا به نام آرگومنتس شناخته میشه. صحیح است؟ آرگومنتس. نمی معلوماتی که ما با پروگرام میتیم به طور مثال میتیم از یوزر اینپوت میگیریم. از یوزر چی میگیریم؟ اینپوت. در سی پلاس پلاس چی بود؟ سی ان در بخاطر چی استفاده میشد؟ بخاطر رن تایم اینیشیالایزیشن کنسول اینپوت. این در رن تایم ما قیمت میدادیم در یک ویریبل ذخیره میکنیم، لیکن در جاوا ما هم میتونیم که رن تایم قیمت بدیم. امو در رن تایم قیمت که میتین او به نام آرگومنتس ما گفته میتونیم. این آرگومنت است. به طور مثال ما میگیم که مین فانکشن بالای معلومات ما یک کار اجرا میکنه. معلومات از کجا میگیره؟ از بادی خود، از یوزر. از یوزر که میگیره او در کجا ذخیره میشه؟ در نمی یک اری را ساخته به نام استرینگ. این اری است. ها اری چی کار میکنه؟ بیشتر از یک قیمت ذخیره کرده میتونه. خب شاید ما زیاد قیمت ها را به این روان کنیم به مین فانکشن. درست است؟ زیاد قیمت ها را از یوزر بگیریم. هر معلوماتی که میگیره در کجا باید ذخیره کنه؟ The string array به نام args نام array variable است. صحیح است؟ array variable است و در تایپ از او چیست؟ string یک کلاس هم است در جاوا.
و استرینگ به حرف بزرگ نوشته میشه ها، در سی پلاس پلاس به حرف کوچک نوشته میشه. به این معنی این چند نوع قیمت ها را ذخیره میکنه. حاله آیا ما سایز مشخص کردیم که چند قیمت ها را ذخیره کنه و از یوزر بگیره؟ نه خیر، به این معنی سایز از اون معلوم نیست. درست است؟ و بازم بالو زیاد فکر نکنین فی الحال. درست است؟ خب حالا ما که کد کردیم داخل مین فانکشن کردیم، اینا ما چی میگفتیم؟ statements. statement چی هستن؟ اما set of instructions هستن. set of instructions that tells a computer what to do. set of instruction چی میگه؟ کامپیوتر میگه کدام کار را اجرا کن یا کدام کار اجرا میکنی تو. درست است؟ اینمی یک اینستراکشن است. خود کد ما اینستراکشن یا statement به این معنی که یک جمله به معنی، یک کار به معنی، یک امر، یک کماند به معنی، دستور است. درست است؟ ما برای کامپیوتر گفتیم از طریق جاوا که به سیستم خود یک کلاس است. سیستم ما پیشترم برایتان گفتم که هر وقت که دیگه کلاس است، به طور مثال ما یک کلاس بعدی هم داریم به نام استودنت، اگر او را خواسته باشین اکزیکیوت کنین، آبجکت او را در کجا میسازین؟ در اینجا میسازین. درست؟ در مین فانکشن. خب آل سیستم هم یک پری دیفاین کلاس است. پری دیفاین به این معنی ما نساخته میره، تیار ساخته شده. پری دیفاین است. داخل سیستم چی است؟ داخل کلاس چی می باشه؟ به طور مثال داخل کلاس اسکول چی است؟ یک مین فانکشن است. شاید ویریبل ها هم باشه، ویریبل هم باشه. هذا سیستم لکه فلوت و استرینگ دا بشه د پرینتینگ لپاره استعمالیږي، د آوتپوت لپاره استعمالیږي. یو کلاس ده. خب داخل کلاس سیستم ما چه داریم؟ یک فانکشن داریم به نام پرینت. و پرینت یک فانکشن است که چی کار اجرا میکنه؟ پیام ما را پرینت میکنه برای ما بالای اسکرین. صحیح است؟ آلی نمی پرینت فانکشن از کجا گرفته شده؟ ما پرینت فانکشن از طریق آبجکت اوت از داخل کلاس سیستم گرفتیم یا کال کردیم. صحیح است؟ چرا که در سیستم یک کلاس است، داخل از او فانکشن های زیاد هستند. درست؟ و در بین از او فانکشن ما یک فانکشن به نام پرینت داریم. ما که پرینت کال کردیم، ببینید کال شده، این کال شده، برای از ما یک پیام روان کردیم که نمی را بگیر پرینت کو. پرینت از کجا آمده؟ از سیستم کلاس آمده. ما از طریق کدام؟ ما از طریق چه با پرینت فانکشن اشاره کردیم؟ از طریق آبجکت کلاس سیستم. و این معنی سیستم یک کلاس شد، اوت آبجکت سیستم است. آبجکت به چی معنی؟ تطبیق کننده اینمی یک کلاس. ما پرینت فانکشن کال کردیم، یہ تطبیق میکنیم از طریق آبجکت اوت. صحیح است؟ خب سیستم اشاره به کامپیوتر میکنه مستقیم، ای وصل میشه به سیستم و ای را یک کمان میتا که ما برایت یک آوتپوت میتم از طریق یک فانکشن او را چی کو؟ اکزیکیوت کو و ما نشان بده نتیجه را. خلاص کلیر؟ و ای خودش یک استیتمنت است. و استیتمنت به چی ختم میشه؟ سمی کالن. یعنی ما سمی کالن هم میگیم و دیگر چی میگه گفته میشه برای زو؟ سمی کالن. شما ریکارد میبینید نه؟ یا برش گفته میشه استیتمنت. چی استیتمنت؟ نشد. statement terminator. statement terminator ختمون که ده و جمله ده و امر. ببینین اینمی سیستم دات 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 پرینت اینمی پیام که نشان داد گپ خلاص شد دیگه داخل سمی کالن. بعد از اون ما استیتمنت بعدی را نشته میکنم لایک int age مساوی با 90. باز نشته میکنم سیستم دات خودش به شکل اتومات می out دات print یا print and print. صحیح است؟ ایج برای ما چیکو به شکل اتومات. خب جواب خاصیت داره طوری که مثلا میبینه که بالا یک وریبل است و میگه شاید شما امی وریبل پرینت کنین به شکل اتومات اضافه میشه. یعنی خودتان میتونیم که را اضافه کنیم. حالا ببینید خوب است که این وریبل ما در بالا بگیریم در این اینجا یا اینجا باشه مشکل نیست. ما چند استیتمنت داریم؟ سه استیتمنت داریم و هر استیتمنت با چی ختم شده؟ با سمی کالن یا استیتمنت ترمینیتر. حالا بین این را رن کنیم ما. خب ما خب کد در نت بینز کردیم نه؟ خب بیاین اینمی کامنت ها را اضافی را ما دیلیت کنم تا که شما کنفیوز نشین در اینجا. اینمی را تا پکیج را دیلیت میکنم و ایرام چی میگم؟ اینمی دیلیت. درست شد؟ اینمی کامنت ها را دیگه ما را ختم میکنم به این شکل. صحیح است؟
ببین ما یک کلاس پکیج داریم به نام اسکول، داخل از یک کلاس است به نام اسکول و حرف نام اول کلاس به حرف بزرگ نوشته شده بادی کلاس است. باز داخل کلاس اسکول ما مین فانکشن داریم که اکزیکیوشن انجام میده، استیتمنت های ما را اکزیکیوت میکنه، نتیجه گیری برای ما از اینجا نشان داده میشه. یعنی ما یک استیتمنت نوشته کردیم سیستم دات اوت دات پرینت بعد از this is a message نمی یک استیتمنت است، به این معنی با سیستم ما میگم از طریق object out که پرینت فانکشن کال کو تاکه نمی را برای ما پرینت کنه. ایرا پرینت کرد میکنه باز میاد اند اینتیجر یک دیتا تایپ است. خوبی چی هستن این مهم نیستن. ما یک استیتمنت نوشته کردیم اند ایج مساوی به 90 یک عدد ما ذخیره کردیم در ایج وریبل، پس برای گفتم امیرا هم برای ما چی کو आउटपुट बता या प्रिंट को. और चतो इरा मा कंपाइल रन तमाम चीज़ों चतो में अंजाम में शा इरा मा में गेम रन फाइल ये फाइल चेक करें मा रन को वक्त के मा रन में गेम जदी के चिमेशा बस सारे पर्दा चिमेशा जदी के तमाम करार इजरा में करना सो उसको दिमाग में गिरा कंपाइल में करना अजूब डॉट क्लास फाइल में साजा के बाइट कोड में गिरा डॉट क्लास फाइल इंटरप्रेटर उरा एग्जीक्यूट में करना कंपाइलर सोर्स कोड कंपाइल में करना डॉट क्लास फाइल में सादा डॉट क्लास फाइल इंटरप्रेट में करना एग्जीक्यूट में करना इंटरप्रेटर द ज़ुबान मशीन और तगीर में था ताकि बारे में नतीजा निशान दादा शा आले रन फाइल राइट क्लिक करने वाले रन फाइल या बैन इनमी रन क्लिक करने खलास रन इनमी बिबिन द कंसोल मोड बरितान चिराद एक नतीजा बरितान निशान मेगा दिस इज अ मैसेज This is a message و باید چیزا نشان داده 90 نشان داده. ما سه استیتمنت داریم. یک داریم system.out.print this is a message print کد براتان. خب در اینجا شما ذکر نکردن که لاین بریک شوه باید. بعد از اینمی که نشان دادین گفتین شما ذکر کردین در اینجا که لاین بریک شوه؟ نه خیر نگفتین برش. بازو خب این میره که پیام نشان داد باز یک وریبل میگیره دیکلیر اینیشیالایز میکنه و باز سیستم دات پرینت میگه د ایج هر چیزی که ذخیره شده او را براتان پرینت کرد یعنی به نام 90. درست است. ما ذکر نکردیم که نمی پیام برای ما که نشان داد بازو لاین بریک کنه ما نگفتیم برش. خاصیت خود پرینت فانکشن چیست که پیام براتان نشان میده لیکن لاین بریک نمیکنه. این میره که نشان داد बस निशान में था बॉयज़ू सिस्टम डॉट प्रिंट इच्छी कार में करना कीमत एज वेरिएबल बरिमा निशान में था वही हम लाइन ब्रेक न में था वो खातिर अजू दयाक लाइन बरिमा नतीजरा निशान में था पैगाम निशान में था हमारा पैगाम बरिमा चाहिए आमद दिस इज अ मैसेज ई स्टेटमेंट दे अवल है दिस इज अ मैसेज बाजू मा ना गफ्तम के बॉयज़ू लाइन ब्रेक शावा दुरुस्त हमारा इनमी स्टेटमेंट बादी कि बनाम इंट एज व कीमत ज़ख़ीरा में करना वो सिस्टम डॉट प्रिंट चिकत कीमत एज हम बरे मा प्रिंट कर यानी हर दो शान दयक लाइन निशान में था. दुरुस्त. अगर शुमा खास्ता बाशिन कि लाइन जुदा इरा बरे मा प्रिंट शवा ची में कन अमरा प्रिंट एलन इजाफा में कन खुद प्रिंट एलन हम एक फंक्शन है मेथड है. दुरुस्त कि कार जो चीज था बरे मा पैगाम निशान में था या कीमत वेरिएबल बरे मा प्रिंट में करना लेकिन लाइन हम ब्रेक में करना बरे अगर सिर्फ प्रिंट बोल लाइन ब्रेक न मेशा अगर एलन शुड प्रिंट एलन यानी न्यू लाइन यानी लाइन अच्छे में करना ब्रेक में करना. दुरुस्त है. और हमारा बाज रन मेगम रन फाइल एक पैगाम हुआ दिस इज अ मैसेज बाजू मेगा 90 द लाइन जुदा बरिमा निशान दादा शुड अगर खास्ता बाशिन इनमी हम लाइन बाजू हम ब्रेक शवा बैन नमींजा बजाय प्रिंट एलेना इजाफा करें प्रिंट एलन इजाफा शुड और बर्श मेगम रन फाइल और शुमाली दमे ताने के दो लाइन जुदा बरितान नतीजा निशान दादा بین یک اشتباه را میکنیم اینجا سمیکالن زیاد ما رفت اول خودتان بریتان میگه جواب نت بین نشان میده میگه سمیکالن اکسپکتد صحیح است باید شما سمیکالن چه کنین اضافه کنین اگر نه ارر بریتان میده یا میگه alt enter shows hints یا alt enter بالا جو کلیک کنین و alt enter پرس میکنین از طریق کیبورد alt enter بریتان بازم یک راهنمایی میکنه که سمیکالن इजाफा करें. सही है. अगर मैं रन करें आया कंपाइल करा मैं तो नहीं फाइल हमारा इनमें सोर्स कोड ना मैं तो नहीं शर के सिंटैक्स एरर आमदा सिंटैक्स एरर बेईमाना कि शुमा एक चीज़ कम निविष्टा करें मुकम्मल कोड निविष्टा न करें शुमा यानी सेमीकोलन ज़्यादा रफ्ता अगर इस स्टेटमेंट ख़त्म मेशा व सेमीकोलन मेशा ये बेईमाना कि ख़त्म न शुदा و جوایی را قبول نمیکنه. شما آل بین رن فایل خب اگر ارر باشه باز براتون چی میگه رن فایل
صحیح است. خب این فایل بیشتر است که ما را رن کردیم. خب ارر که در اینجا آمد برایتان قبول نمیکنه. درست است. این باید چی باید داشته باشد اینجا؟ سمیکالون باید داشته باشد. درست است. باید یک ستمنت ما نشته کردیم به نام int age مساوی به 90 هم ذخیره کرد. ستمنت مکمل است. اگر این هم نباشد اینجا مشکل پیدا میشه. اگر مساوی نباشه با چی معنی؟ هیچ معنی نداره. اگر خواستین که 90 ذخیره کنین باید اساینمنت اپراتور داشته باشه. این سنتکس است خواه یا اینمی قوس از یادتان رفت پرانتزیس بازم ارر میتا. یا اگر تو کردین که شما نمی دبل کوتیشن نشته نکردین خود دس یک کیورد است ای هم به نام استرینگ را نمیشناسه. شما باید دبل کوتیشن اضافه کنین. درست است. خب اینمی سنتکس ارر ها هستن خواه. خب آلمیم یک کمی صحبت میکنم درباره قوانین جاوا. جاوا که است کیس سنسیتیو است خواه. کیس سنسیتیو. کیس سنسیتیو به چی معنی؟ می شما نشته کردن اینجا سیستم. اگر ما سیستم کوچک بگیرم به این شکل چی میگه؟ میگه میرا قبول ندارم. میگه system does not exist in this package. میگه هیچ تو پکیج نیست. پکیج به معنی بسته. یعنی بسته بندی پکیج. داخل هیچ پکیج به نام سیستم کدام کلاس وجود نداره. کیس سنسیتیو است. به این معنی حرف بزرگ و کوچک این متفاوت هستند. جاوا را به نام سیستم میشناسه که سیستم که با حرف بزرگ شروع شده باشه نه که با حرف کوچک. یا شما در اینجا یک وریبل گرفتین درست است با نام ایج. تمام حروف ایج چی هستند؟ کوچک هستند. اگر شما ایج با حرف بزرگ پرینت میکنین این را قبول نداره. میگه که not find symbol variable age. میگه نمی با حرف بزرگ که ایج نشته شده این را ما پیدا نتانستم. هیچ دکلیر نشده، مشخص نشده، معرفی نشده. This is called case sensitive. اساس است در حالت حروفا. صحیح. اگر حرف بزرگ شما نشته میکنین در یک وریبل باید با حرف بزرگ پرینت هم شود به این شکل. اگر ما بیایم اینجا نشته کنیم ایج حال مشکل برطرف میشه، مشکل نیست. case sensitive. درست است. حرف بزرگ و کوچک فرق داره خواه. اینمی استرینگ شما با حرف کوچک نشته کنین. در مثال C++ شما استرینگ با حرف بزرگ نشته نمیکنین، لیکن جاوا شما باید 100% با حرف بزرگ نشته کنین. این کیس سنسیتیو است. نه استرینگ دسته دا چه هر ارگومنت چی اخلی ممنه در استرینگ به شکل که اخلی. هر معلوماتی که میگیره در پروگرام از ما صحیح است او را به شکل استرینگ ذخیره میکنه. درست است. مستقیم اعداد نمیشناسه خواه. کدام مشکل است ای؟ گود. آیا من یک پروگرام نشته میکنم شما نتیجه رو برای ما نشان میدین. درست است. out.println. صحیح است. This is another message. وہی ہم درست است. باز نشته میکنم system.out.println double quotation welcome. در چند لاین جواب میں شما دو لاین. There is the C line. 3 lines. دو لاین. بیاین ایرا ما ببینیم. درست است. هدف ما چیست؟ سنتکس جاوا را باید شما فهمیده باشید. کد کردن آسان است خواه. ما 5 دقیقه پیش میریم، مشکل نیست. خوب است که اساسات یک پروگرامینگ شما با خوبی یاد بگیرید. ببینید ما گفتیم system.println این یک نشان داد لاین بریک میشه. یک لاین بریک شد. پیام بعدی را نشان داد. صحیح است. لیکن این پیام دی پرینت نمیتونه که لاین بریک کنه. یک لاین بریک شد، دو لاین. صحیح است. نشد نه. باز چی میشه؟ این هم امرای از این پرینت میشه، باز نمی لاین بریک میشه. صحیح است. باز این نمی را که نشان داد یک لاین نشان داد. درست. لاین بریک شد. لاین بعدی جدا لاین دوم آمد. صحیح است. بازو امرایزو ویلکم پرینت شد، لیکن بازو که نمی را پرینت میکنه امرایزی در یک لاین که پرینت کرد بازو لاین بریک میکنه. چند لاین شدن؟ دو لاین. بین که ببینیم. خب دو لاین میشه.
پرینت الین در اول استفاده شده به این معنا که لاین بریک کرد بعد از او این میره نشان داد. خب اینجا خب ما ذکر نکردیم که لاین بریک کنه به این معنا این در جدا لاین میه، چرا که در بالا گفتیم برش که در لاین جدا بیه یا که نشان داد دو لاین شد بعد از او خب نگفتیم که لاین بریک شوه. ویلکم پالو از او پرینت شد اینمی ویلکم آمد. خب بعد از او اینمی ویلکم که پرینت میشه بعد از او گفتیم که لاین بریک شوه. درست است؟ خب بازم براتون میگم اینا شما خوب درک کنین اینمی سنتکس جاوا را. درست است؟ Do you have any question? No question. بین آل طرف comments. صحیح است؟ اینم اینجا ما کامنت هم داریم. در هر پروگرامینگ لنگویج ما کامنت داریم. درست است؟ خب چند نوع کامنت داریم؟ دو نوع. کدام بودن؟ شما به خاطر ازی میگین که دو نوع که سی پلس پلس خواندین. درست؟ چند نوع بودن؟ دو نوع. صحیح است؟ یعنی کامنتس با دو نوع هستند. یک چی می گفته میشد؟ سینگل لاین کامنت. یا سینگل لاین چی میگه؟ صرف لاین کامنت با نام لاین کامنت هم یاد میشه، مشکل نیست. و بعدی ملتیپل لاین. درست است؟ ملتیپل لاین کامنت. ملتیپل لاین کامنت با نام چی یاد میشه؟ بلاک کامنت. بلاک اصلی شاید چند لاین باشه. صحیح است؟ سینگل لاین به این معنا که شما اول خود کامنت، هدف کامنت چیست؟ اگر ما کد میکنیم به خاطر از که ما را تشریح کنیم به خوبی یا به یک نفر دیگه اگر اینمی کد داده شود شاید نفهمه که ما از کدام شیوه کار گرفتیم، به خاطر کدام کار، کدام وریبل، کدام قیمت ذخیره کرده و هدف ذخیره کردن یک وریبل چیست. صحیح است؟ خب به خاطر از که ما را تشریح کنیم کد خود ما را با آسانی فهمیده شود یا به دیگه نفر کد ما که داده شد و میتونه که از طریق کامنت اینمی را تشریح کنه به خود آسان بسازه. صحیح است؟ و یاد داشته باشین کامنت که هستن این ایگنور میشه خواه به کدام نتیجه گیری ما دسترسی پیدا نمیتونیم، یعنی برای ما کدام نتیجه کامنت نشان نمیده، این ایگنور میشن از طریق کمپایلر. صحیح است؟ این ایگنور یعنی صرف نظر میکنه. این مستقیم بخش پروگرام ما نیست، این درباره پروگرام است، یک نوت است، یک نظر است، یک تشریح است. درست است؟ ما دو نوع کامنت داریم، سینگل لاین کامنت. خود اینمی که ما نوت نشته کردیم این سینگل لاین کامنت است و سینگل لاین کامنت با چی شروع میشه؟ با دبل فارورد سلشز. دبل فارورد سلش، دو تا سلش اضافه میکنه. یعنی به این معنا اگر شما در اینجا بیاین داخل اینمی لاین، اگر شما انتر میکنین لاین بعدی را نشته میکنین این بیرون از کامنت شده. چرا که در سینگل لاین شما در اینجا اضافه کردین، از سینگل لاین کار گرفتین، بعد در یک لاین مکمل کد یعنی کامنت نشته شود، نه که در لاین دوم. اگر شما خواسته باشین که با شکل پاراگراف یا چندین لاین شما نشته کنین با خاطر کامنت، شما بیاین اول فارورد سلش استریک یا استریسک ساین and then static and forward slash داخل از شما انتر کنین و نشته کنین با شکل بلاک یا پاراگراف یا ملتی لاینز. صحیح است؟ This is enter is a multiple line comment. مشکل نیست، بازم ایگنور میشه خواه. خب کامنت ها بسیار مهم هستند. صحیح است؟ و نوع سوم شما دارین در جاوا and that is called Java document comment. Java document comment او در کدام استفاده میشه؟ وقتی که ما یک وبسایت بسازیم. طور مثال در HTML که کار میکنین امرای جاوا یک جای میتونین امرای HTML PHP را کار کنین، ASP را کار کنین، JSP را کار کنین. JSP یک بخش جاوا است که ای به نام کدام ادیشن یاد میشه؟ Enterprise Edition. در Enterprise Edition ما چی میتونستیم در جاوا که به شکل وبسایت یک اپلیکیشن هم بسازیم. در وقت باز شما از جاوا داکومنت کامنت هم استفاده کرده میتونین. درست است؟ جاوا داکومنت کامنت یا صرف داکومنت کامنت هم برازیو گفته میشه. درست است؟ خب فیلال خب ما ای را نمیخوانیم، نه وب را میخوانیم، ما اس ای نی اساسات جاوا را میخوانیم و کدام ادیشن را میخوانیم؟ ای را میخوانیم. ای را میخوانیم؟ اس ای میخوانیم، یعنی استاندارد ادیشن. درست است؟ خب ای بود کامنت. به طور مثال ما اینجا کد میکنم. به طور مثال ما میم دینم اینجا برش میگم دبل. خب دبل چیست؟ ما ایره نخوانیم تا حالیست. درست است؟
मैं बखातर मिसाल कार में करना और भाई माना अगर मैं नमी पी आर गरفتیم या कीमत ذخیره کردیم بنا کدام قیمت است 90.5 یک نفر نمیفهمه که what is پر بچی مانا این قیمت چیست صحیح است شاید هر نفر نفهمه ایرا خوب است که ما از کامنت استفاده کنیم صحیح است ما میگیم پر variable یا stores the percentage of a student that's it حالا هر نفر میفهمه که پر ویریبل چی کار میکنه قیمته که بخاطر فیصدی است او را ذخیره میکنه the per variable clear باز برش میگم که بطور مثال system.out.println اینمی چی کار میکنه یا print percentage چی میکنه print باز نشته میکنم اینم اینجا که printing percentage of a student این چی هستن کامنت ها هستن از طریق کامنت شما میتونید که کد تشریح کنید یا با آسانی بتونید اون را بفهمید که به چی معنی کلیر حالا با خیال ما درباره سینتکس دیگه چیز زیاد نیستن بازم مهم داریم اینجا ببینید جاوا چند خاصیت داره جاوا کست چند خاصیت داره ای جاوا کست کراس پلتفرم هم است کراس پلتفرم به چی معنی کراس پلتفرم به چی معنی شنیدین کدام روز نام کراس پلتفرم ببینید کراس پلتفرم به این معنی اگر اینمی آل کدام آپریتینگ سیستم اینستال است در کامپیوتر ما نه ما آپریتینگ سیستم هم میگم ویندوز است نه ویندوز است اگر ما شما در ویندوز یک سافتور یک اپلیکیشن در جاوا بسازیم صحیح است داخل ویندوز ما جاوا اپلیکیشن بسازیم آیا ما میتونیم امو اپلیکیشنی که ما در جاوا در کدام انوایرمنت در ویندوز انوایرمنت ما ساختیم میتونیم امو اپلیکیشن در مکینتاش هم رن کنیم در لینکس هم رن کنیم آپریتینگ سیستم اگر تغییر میشه نه مکینتاش به چی مانا کامپیوتر اپل که هستن در ویندوز کار نمیده نه مکینتاش است میتونه امیر میگه کراس پلتفرم صحیح است جاوا یک شعارم داره میگه یک دفعه کد نشته کد هر جا رن کوره مشکل نیست درست است ما به این معنی که کراس پلتفرم جاوا کراس پلتفرم به این معنی که شما اگر در یک انوایرمنت داخل جاوا یک اپلیکیشن بسازین در هر انوایرمنت میتونید از استفاده کنین این به معنی محیط است ما در ویندوز که کار میکنیم وقتی که اپلیکیشن جاوا را ساختیم در هر انوایرمنت میتونید او را رن کنین از استفاده کنین مشکل نیست صحیح است خب زیاد چیزا داره جاوا که است بسیار سکیور است is very secure language security زیاد داره صحیح است robustness است به این معنی که بسیار قوی است پاورفول است robustness جاوا در اصل بسیار زیاد مجموعه کلاس ها را و فانکشن ها را داره بخاطر زم جاوا بسیار چیز است مشهور است مشکل نیست مشهور است و سکیور هم است صحیح شد یعنی برای هر کار شما یک فانکشن و کلاس دارین هیچ تشویش نداشته باشین کلیر خب بیاین حال که پیش بریم ما در جاوا عنوان نو که میخوانیم او دیتا تایپ های جاوا است صحیح است دیتا تایپس what is data type بخش جاوا است چی کار اجرا میکنه بخاطر چیست دیتا تایپ قیمت ها را ذخیره میکنه یک specification of variables very good type of value وجولا data type نیست variable است شما data type data type C++ کسی C++ خانه باید جواب بده دیگه هر زبانه که خانه پروگرامینگ لنگویج که خانه باید قیمتونه اون ویریبل که نه ذخیره کو
باقی شیء مثلا قیمت جوار مشخصی خذ وارم واضح شیخه من خواستم یک کمی واضح تر شود درست است چیزایی که شما میگین درست است خب شاید مکمل نیست معلومات که ذخیره میکنیم مشخص میکنیم خب کدام نوع any kind of data صحیح است و دیگه هم size of data ده یک ویریبل درست است کدام نوع معلومات و چند بایت معلومات شما میتونید یک ویریبل ذخیره کنید خب این ذخیره نمیکنه صحیح است وقتی که ما دیتا میگیم یک ویریبل معلومات ویریبل ذخیره میکنه در حافظه لیکن هر ویریبل باید نوع از او معلوم باشه سایز از او باید معلوم باشه درست است ما دیتا تایپ های زیاد داریم یعنی به این معنی دیتا تایپ مشخص کننده نوع معلومات و ظرفیت معلومات مشخص میکنه در یک ویریبل به طور مثال ما که در جاوا که از پریمیتیو دیتا تایپ داریم درست است ما بتوان یک کتاب میتم امی کتاب ببینید تمام چیزا در اونجا بحث شده درست است پریمیتیو دیتا تایپس پریمیتیو دیتا تایپ ها کدام ها هستند پریمیتیو به چی معنی که خودشان اصل دیتا تایپ های جاوا هستند از دیگر دیتا تایپ ساخته نشده صحیح است ما دیتا تایپ هم داریم که خودشان دیتا تایپ هستند و تو دیتا تایپ ها هم داریم که از دیگر دیتا تایپ ساخته شده گرفته شده درست است طور مثال string ما string چطور معرفی میکنیم تعریف string چیست collection of characters این در اصل خودش دیتا تایپ نیست از کاراکتر گرفته شده صحیح است خب بیاین پریمیتیو کدام ها هستن که خودشان چی هستن دیتا تایپ هستن با نام بایت شارت اینت لانگ وارزو 4 صحیح است بولین این تمامشان چی هستن وارزو فلوت دبل این تمامشان پریمیتیو دیتا تایپ ها هستند یعنی خودشان به ذات خودشان چی هستند دیتا تایپ هستند از دیگر دیتا تایپ گرفته نشده کلیر یک و یا بعضی هستند او را ما چی میگیم نان پریمیتیو هستند یا کامپلکس برش میگه یا رفرنس تایپ برش میگه نان پریمیتیو دیتا تایپس نان پریمیتیو دیتا تایپ ها کدام ها هستند تایپس و طور مثال ما چی داریم string داریم و string به حرف بزرگ شروع میشه صحیح است لایک ما چی داریم دیت داریم ما اره داریم خب اره بازم یک نوع است خب خودش یک دیتا تایپ نیست ما رفرنس تایپ داریم رفرنس تایپس داریم طور مثال شما کلاس آبجکت هم میسازین آبجکت دارین شما درست است این خودشان نان پریمیتیو هستند خودشان دیتا تایپ ها نیستند از دیگر دیتا تایپ ها یا برای ازو یا بالای ازو کار اجرا میکنن یا برای ازو به طور مثال ما در اینتیجر قیمت بدون اشاریه میگیریم درست است ما میتونیم از او یک اری را بسازیم اری به این معنی که در او ویریبل که دیتا تایپ از او اینتیجر است بیشتر از یک قیمت ها را در او ذخیره بتانیم درست است خب بیاین تو معرفی میکنم باز این نمیا که هستن پریمیتیو هستن بازم در چند کاتگوری تقسیم میشن درست است بعضی هستن که بدون اعداد بدون اشاری ذخیره میکنن بعضی هستن که صرف کاراکتر یک سنگل کاراکتر یک علامت ذخیره میکنن بعضی هستن که ترو فالس ذخیره میکنن بعضی هستن که اعداد اشاری دار ذخیره میکنن اشاره باید داشته باشن در خود پریمیتیو دیتا تایپس ما بایت شارت اینت لانگ داریم این تمامشان هر چهارشان کدام نوع معلومات ذخیره میکنن انتیجرز ذخیره میکنن انتیجرز به چی معنی یعنی هول نمبرز کدام واحد ذخیره میکنه هول نمبر به چی معنی هول نمبرز اعداد بدون اشاری صحیح اشاری نداشته باشه باید all byte short int long هر چهارشان قیمتهای انتیجر اعداد انتیجر ذخیره میکنه فرق در بین سایز است صحیح شد سایز است و ما هر کدام بحث میکنیم درست کاراکتر بیان در کاراکتر که است باز یک کاراکتر دیتا تایپ هستن کاراکتر به معنی یک حرف کاراکتر صحیح است این چی میکنه سینگل کاراکتر ذخیره میکنه سینگل کاراکتر و قوانین کاراکتر چی هستن باید در سینگل کوتیشن قیمت ازو باید گرفته شود و طوری مثال میتونم 4 گرید درجه مساوی با سینگل کوتیشن A این همون تو باید گرفته شد
یک حرف ذخیره میکنه و خود تایپ از او چیست؟ 4 است، 4 کرکتر. درست است؟ خب باید این سینگل کرکتر و سینگل کوتیشن باید ذخیره شود. درست است؟ خب اگر شما دا بولین بین، بولین با چی مانا؟ بولین دیتا تایپس. خود بولین دیتا تایپ است. ها بولین دیتا تایپ. بولین با چی مانا؟ true یا false ذخیره میکنه. true یا false. یا کدام استفاده میشه؟ ما مثال کار میکنیم باز بولین. سیس خود شما چی نشته میکنین؟ بولین نشته میکنین. یا در باز زبان ها صرف بول نشته میشه. درست است؟ خب باز هستن ما اگر اعدادی که اشاری داشته باشه او را ما چی میگیم؟ floating points. چی گفته میشه برش؟ floating point یا decimal points. floating point هم برش میگه floating point. floating point با این معنی یعنی ریل نمبر ذخیره میکنه که اشاریه باید چی داشته باشه باید like 0.5 یا عدد نشته میکنم اشاریه باید داشته باشه. ما میتونیم بدون اشاریه دایی ذخیره کنیم؟ میتونیم، مشکل نیست. سیاس لیکن اصل هدف فلوت و دبل چیستن که ما اعدادی که اشاری داشته باشه او را ذخیره بتانیم. استاد اینجا باز بلانک دبل نداره؟ خب میبینیم شاید نداشته باشیم اینجا. متفاوت هستن خواه اینجا در جواب. سیاس و string هستن نان پریمیتیو هستن. string چی هستن؟ the collection of این تعریفی از او است خواه the collection of characters. ببین چار که بود یک حرف ذخیره میکرد. درست؟ اگر تعداد حروفا زیاد میشه با چی استفاده میشه؟ string استفاده میشه. درست است؟ string is the collection مجموعه ترکیب چیست در اصل؟ کرکتر ها هستند و در string هر چیز ذخیره میکنین نشته میکنین string یک وریبل میگیرین like user name مساوی با دبل کوتیشن داخل دبل کوتیشن یک نام ذخیره میکنین دبل کوتیشن میاد چرا که تعداد حروف زیاد شدن. درست است؟ و باز date array reference type objects ایرا باز ما مثال کار میکنیم بخیر. اگر ما رو تشریح کنیم date array reference باز موضوع دیگه جا میره بخیر. درست است؟ I think it's enough for today.